السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند همه امتانم به جنت داخل می شوند مگر کسی که نخواسته باشد. گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کیست که نخواسته باشد؟ فرمودند کسی که از من اطاعت نماید به جنت داخل می شود و کسی که از من نافرمانی نماید کسی است که به جنت رفتن را نمی خواهد. پروردگارا ما را از امتان اطاعت کننده از رسولت صلی الله علیه